سلام، امیدوارم آرامش در زندگیتون جاری باشه و هر جا هستین خوش باشین. وحید ناصح هستم با مجموعه داستان‌های کوتاه. داستان شماره 1: مسخره کردن تماشاچیان. روزی در اهواز 2 نفر که ظاهراً از مهندسین شهرداری به نظر می رسیدند در روی یکی از پل‌های رودخانه کارون ایستاده و از جیب خود ریسمانکار و شاغل بیرون آورده و طول و عرض پل را اندازه می گرفتند و نتیجه کارهای خود را در کتابچه یادداشت می نمودند. در ضمن می گفتند 5 و 6 11 و 4 15. این به 5ش 10 بر 1 و به این طرف و آن طرف قدم زده و نظر انداخته و خلاصه سرگرم کارهای مهندسی و محاسبات خود بودند. جمعیت زیادی در اطراف این 2 نفر جمع شده بودند. هر یک چیزی میگفتند و هر تازه واردی از دیگران میپرسید چه میکنند و چه خبر است. آنها که عاقل بودند میگفتند نمیدانیم و آنها که خود را از همه جا با اطلاع میدانستند میگفتند مقصود تغییر ساختمان این پل است، یا میگفتند نقشه‌ای در نظر است که ما کاملا به آن آگاهیم، ولی چون هنوز آفتابی نشده و محرمانه است از گفتن آن معذوریم. آن 2 نفر مهندس یکی سر ریسمان را در میان 2 انگشت گرفته و به ارتفاع 2 متر از زمین در هوا نگه داشته، دیگری آن سر ریسمان را نیز به همین ترتیب به فاصله چند متری محکم گرفته و با دست دیگر که آزاد مانده آن را در هوا به وضع افقی دراز کرده و هر کدام شاغلی به دست داشتند. یکی از آن 2 مهندس گفت عجب، فراموش کردیم که زاویه یاب را همراه بیاوریم. و به 1 نفر از تماشاچیان گفت این سر ریسمان و شاغل را به همین ترتیبی که من گرفتم اگر زحمتی برایتان نیست گرفته و در هوا با همین ارتفاع نگه دارید تا من بروم و اسبابی که لازم است برداشته و بیاورم. تماشاچی با کمال سرافرازی و مباهات این خدمت را قبول کرده و جانشین آن مهندس شد که رفت. بعد از چند دقیقه مهندس دوم گفت با آنکه از اینجا تا اداره راهی نیست، نمیدانم چرا این رفیق ما دیر کرد. اگر یکی از آقایان لطف کند و این سر ریسمان و شاغل را از دست من بگیرد، من 1 قدم برداشته و بروم ببینم چه شده است. چندین دست برای گرفتن ریسمان و شاغل جلو آمد و بالاخره 1 نفر که جلوتر بود شاغل و ریسمان را گرفت و مهندس دوم نیز رفت. آن 2 نفر که به جای 2 مهندس با 1 دست سر ریسمان و با دست دیگر شاغل را گرفته و به حال آویختگی نگه داشته بودند مدتها به همین وضع بی حرکت مانده و تماشاچیان هم چشم بهشان دوخته و انتظار مراجعت مهندسین را می کشیدند. ولی از آن 2 نفر مهندس قلابی ابداً خبری نشد و پس از مدت‌ها معطلی و خستگی همه فهمیدند که مورد تمسخر آن 2 نفر مهندس نما واقع شدند و کلک خوردند. داستان شماره 2: استخوان لای زخم. ممنون از سابسکرایب و لایکتون. یک روز قصابی وقتی داشت با ساطور گوسفندی را شقه می‌کرد، یک استخوان ریزه از دم ساطور پرید و به چشمش رفت و درد گرفت. قصاب دست گذاشت روی چشمش و فوراً دوید و خودش رو به مطب چشم پزشکی رسانید. چشم پزشک چشم قصاب را معاینه کرد و فهمید که یک ریزه استخوان در آن است، ولی استخوان را در نیاورد و چشم قصاب را دوا زد و آن را بست و گفت چیزی نیست، خوب می شود. فردا هم بیایید تا دوباره آن را معاینه کنم و ببینم. فردا چشم قصاب بدتر شد و دردش شدیدتر گردید، ولی باز هم قدری دوا در آن ریخت و از مایه مخصوص چند قطره‌ای به چشمش چکانید و گفت نگران نباشید، خوب می شود. چشم عضو حساسی است و باید تا چند روز مرتباً در آن این قطره را بچکانیم تا خوب شود. طبیب طماع هر روز پول دوا به درمان را می گرفت و استخوان ریزه را از چشم اون بیرون نمی آورد و قصاب هم هر روز نیم من گوشت مغز ران را برای طبیب بی انصاف هدیه می برد. این بود تا یک روز که قصاب به طبیب مراجعه کرد و از درد چشم می نالید. طبیب در مطب نبود. پسر بزرگش که چشم پزشک خوبی بود به جای پدرش نشسته بود و بیماران را معاینه می‌کرد تا استخوان ریزه را در چشم قصاب دید.
فوراً آن را با انبرک و پنس ظریفی از چشمش درآورد و زخم چشم را دوا زد و درد آن ساکت شد و گفت از امروز چشمتان بهتر می شود. اگر باز هم درد داشت یک بار دیگر بیایید تا ببینم، ولی اگر فردا بهتر بود احتیاج به آمدن نیست. از همین دوا تا چند روز هر روز 3-4 قطره به چشمتان بریزید خوب می شود. قصاب رفت و طبیب جوان خوشحال بود که چشم بیمار را علاج کرده و وقتی پدرش آمد پرسید کسی نیامد؟ پسر گفت چرا؟ آن قصاب آمد و چشمش را دوا زدم و رفت. چند روز گذشت دیگر از قصاب خبری نشد. از پسرش پرسید با چشم قصاب چی کار کردی؟ که دیگر پیدایش نیست. پسر گفت پدر جان به نظرم چشمش خوب شده، چون که آن روز با ذره‌بین من دیدم یک استخوان خیلی ریز در چشمش باقی مانده. آن را در آوردم و دردش ساکت شد و رفت. لابد دیگر چشمش درد نمی کند. چطور شما آن استخوان ریزی داخل چشم او را ندیده بودید؟ چشم پزشک گفت پسرک ساده، چرا؟ دیده بودم، ولی تو آن نیم منگوشت خالص هر روز را که می آورد ندیده بودی؟ من آن استخوان را لای زخم باقی گذاشتم که تا چند روز دیگر هم گوشت ما مفت و مجانی برسد. واقعا که بعضی از اطباء این چنینند و به جای تلاش در بهبودی مریض تا بتوانند او را می‌دوشند و برایش خرج تراشی می‌کنند. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. هر روز با یک داستان.